سلام. مسئله فقط این نیست که کسی مهر تاییدی بزنه به کاری که داری میکنی. اینا رو دارم بلند بلند میگم که خودم بشنوم. حالا شما هم دسته برقضا اینجایید یا شاید برگردید بگید من توی گوش شما. به هر روی همه اینجاییم و مسئله اصلا هیچ کدوم از اینها نیست. مسئله اصلی شاید مراقبت از خوده. یکی از دستاوردهای اصلی مهاجرت یا در مقیاس بزرگتر مستقل زندگی کردن، پیدا کردن و بعد شنیدن و بعدتر گوش کردن به صدای درونیه که میگه حواست به من هست؟ هیچ کس اینجا نیست که ببینه چند بار در هفته پیتزا میخوری یا با پیتزا چقدر سس میخوری یا شب قبل از خواب مسواک میزنی یا نه. اصلا آخرین باری که ورزش کردی کی بوده؟ هنوزم لباس خوب و غذای خوب و عطر خوب استفاده میکنی یا نه؟ روزهای اول بازیافتن آزادی از دست رفته به معنای واقعی کلمه هر کاری رو که دلت بخواد میکنی. انگار قراره تست کنی ببینی واقعا کسی نیست که چیزی بهت بگه. درست وقتی که مطمئن میشی فقط خودتی و خودت، کم کم شروع میکنی به توجه کردن به این خود بیچاره. حالا نمیخوام بگم الان همه جوانب مراقبتی از خودم در بهترین حالت خودش قرار داره، ولی یه سری قدم های کوچیک برداشتم. حواسم به خورد و خوراکم هست و به فکر کارایی افتادم که قبل از این هیچ وقت جدی بهش فکر نکرده بودم. اسپانسر این قسمت از کنارش میتونه دست کم در یکی از زمینه‌های مراقبت از خود کمکتون کنه تا یه قدم کوچیک برداشته باشید. برند میسویک تولید کننده داخلی محصولات بهداشت دهان و دندانه که البته من خودم از اونجایی که دستم از ایران کوتاهه شانس استفاده کردن از محصولاتشون رو نداشتم، ولی خب دیدم دست مردم. دیدنم هم اینطوری بوده که کمپین پرفورمنسی بامزه‌شون توی متروهای تهران رو دیدم. بعدن توی صفحه رسمی اینستاگرام کنارش این ویدیو رو میذارم که شما هم ببینید. بعضی از محصولاتشون واقعا جالب توجهن، مثل دهانشوی گیاهی و خمیردندون ضد حساسیت و از همه مهمتر خوشبو کننده دهان که به نظر استفاده ازش قبل از روبوسی کار خیلی جالبی میتونه باشه. امیدوارم شما هم مراقبت از خودتون رو جدی بگیرید و از یه جایی شروعش کنید. اسپانسر این قسمت برند میسویک تولید کننده داخلی محصولات بهداشت دهان و دندان که اطلاعات پیج و صفحه اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات این قسمت از کنارش. یه لحظاتی هست که آدم خیلی سخت دلش تنگ میشه. تنگ خونه، تنگ پدر و مادر و دوستان و آشنایان و بچه های محل و دلبر یا دلبران گذشته. حالا من میخوام بگم این لحظات فقط توی مهاجرت هم اتفاق نمیفته. ممکنه به هر شکلی هر جایی از زندگی که یه درنگی بین روزهای فشرده از کار و بار زیاد اتفاق بیفته پیش بیاد. ویزای شنگنی که به دستم رسید فرصتی بهم داد تا با سفر و دیدار دوباره دوستانم از دلتنگی هام کم کنم. یکی از بچه‌هایی که قرار بود خیلی زود ببینمش ولی زمانه اجازه نداد تا آخرین روزهای سفر اروپا به هم برسیم، رضا بود. فکر میکنم سال اول دبیرستان بود که خیلی مسخره با رضا دوست شدم. در حالی که همه بچه ها داشتن با توپ فوتبال عشق میکردن، ما دوتا جزغل بچه گوشه زمین ورزش مشغول بحث فلسفی و مشاعره شده بودیم که خب ترکیب این دوتا هم واقعا چیز سمی میشه. از همون گوشه زمین فوتبال دوستی ما شکل گرفت تا اینکه هر کدوممون به نوبت مهاجرت کردیم و رفتیم یه گوشه دنیا. بعد نه رضا میتونست راحت بیاد لندن و نه من حوصله داشتم جمع کنم برم توی اون کوره دهاتی که رضا در قلب آلمان بین جنگل و کوه زندگی میکنه. تا اینکه نقشه کشیدیم یه سفر حماسی رو شروع کنیم. قرار بود شروع ماجرا از روم در روز تولدم باشه و همینطور بریم جنوب به سمت بندر ناپولی و بعد با کشتی شبانه از ناپولی به سمت بندر پالرمو در سیسیلی دریانوردی کنیم. چند روز توی بندر باشیم و بعد از همونجا ماشینی اجاره کنیم و دور جزیره بچرخیم
تا دوباره برگردیم به پالرمو و بریم سر خونه زندگیامون. ولی هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفت. نه شروع ماجرا، نه پایانش، و سفر حماسی ما تبدیل شد به بازتولید دلهره‌آوری از سفر اودیسه در راه برگشت به خونه. ما سرگردان آبها شدیم. البته باید اصلاح کنم، من سرگردان آبها شدم، چون بقیه بچه‌ها به سلامت به خونه‌شون رسیدن. پس میشه گفت سلام، من رامزادی هستم و ادبیات رو در کنار همسفرانم با چنگ و دندون در جزیره سیسیلی ادامه دادم و اصلا همین خودش یه شروع اپراتیکه. چیزی که شنیدید اینتروی اپرای نورما اثر وینچنزو بلینیه که من تا قبل از سفر سیسیلی هیچی دربارش نمیدونستم و الانم نمیخوام با نورما شروع کنم. میخوام دست شما رو بگیرم و کم و بیش از مسیری که خودم رفتم پیش ببرمتون. پس با داستانی که در قسمت قبل بهتون قولش رو دادم شروع میکنم. ماجرای دزدی و درگیری با مافیای سیسیلی. در 4 ماه گذشته این داستانی بود که زیاد تعریفش کردم. حالا میخوام یه بار برای ثبت در تاریخ اینجا هم تعریفش کنم. این سفر از چندین و چند جهت برای من مهم بود. خب همونطور که گفتم در راستای مراقبت از خود میخواستم برای تولد خودم یه کار ویژه‌ای کرده باشم. پس برنامه این سفر رو از ماه‌ها قبل ریخته بودم. از طرف دیگه شاید از 10 سالگی آرزو داشتم سیسیلی، این جزیره جادویی که محل تولد دون کورلئونه است، رو از نزدیک ببینم. اما جدای از مافیا و سواحل بهشتی میخواستم برم در روستایی در جنوبی ترین نقطه جزیره، پایین تر از کاتانیا، کافه خاصی رو ببینم که شهرت جهانی داره. از طریق یکی از قسمت‌های مستند شفز تیبل با سرآشپز سیسیلیول اصلی آشنا شده بودم به اسم کورادو آسنزا که پسر پشت پدر و همینجوری بگیر برو عقب تا پدر بزرگ و جدن در جد توی این کافه کار کردن. خیال شعبه دوم توی یه شهر بزرگتر زدن هم ندارن. دارم از کافه سیسیلیا حرف میزنم. کافه نسبتاً متوسطی از نظر اندازه و ابعاد که در مرکز روستای بسیار کوچیکی به اسم نوتو قرار گرفته. چکیده اون مستند و اندیشه این آدم اینه که به نظر کورادور رسپی های غذاها و شیرینی های سنتی که مشخص و ثابته، ما به اون نباید دست بزنیم، ولی میتونیم با هر چه بهتر کردن مواد اولیه و اضافه کردن چیزهای خیلی کوچیکی به ترکیب اصلی جادوگری کنیم. برای همین توی منوی این کافه هیچ چیز خیلی عجیب و غریبی وجود نداره، ولی مزه همه چیز در بی‌نقص ترین حالت خودشه. یکی از دلایلی که کافه سیسیلیا از نوتو بیرون نمیاد همینه، چون دسترسی به مواد اولیه محلیش رو از دست میده. باری این بحث کافه گردی رو الان تموم میکنم. فقط این رو بگم که چند هفته پیش من یه ویدیوی خیلی کوتاهی از خودمون در برخورد با جزئیات خوشمزه این کافه توی اینستاگرام گذاشتم. این ویدیو تا این لحظه 20,000 بار دیده شده و کلی هم آدم اومدن زیرش جوک نوشتن، فوش دادن، مسخرمون کردن، و این در حالیه که به جز ما 3 نفر که اونجا بودیم بقیه داستان این کافه رو نمیدونستن و فکرم نمیکنم همه اون آدما حالا بیان اینجا و با گوش کردن این قسمت از کنارش پی به اصل ماجرا ببرن. حرفم اینه که چقدر بامزه و جالب برشی از یک زندگی در حد 1 دقیقه میتونه چندین و چند داستان متفاوت
توی ذهن هر آدم خلق کنه که بر اساس اون شروع به قضاوت کردن بکنه. من با زاد و ولد داستان‌ها مشکلی ندارم، ولی مهمه که همه بدونیم چیزایی که داریم توی ذهنمون بهش بال و پر میدیم فقط یه داستانه. این ویدیو رو بعد از انتشار این قسمت توی پیج اینستاگرام کنارش دوباره بازنشر میکنم که اگه شما از اینجا با ماجرا آشنا شدید برید و خودتون ببینیدش. برگردیم به سفر حماسی. قرار بود آدمای زیادی با ما همراه بشن، ولی در نهایت ترکیب تیم اکتشافی جزیره روی 3 نفر فیکس شد: من، رضا و فرگل. رضا و فرگل هم اون قسمت تولد من توی روم و ناپولی رو نبودن و از پالرمو همراه هم شدن. ما 2 شب رو در پالرمو موندیم و بعدش با ماشینی که اجاره کرده بودیم از شمال غرب جزیره راه افتادیم به صورت پاد ساعت گرد دور جزیره رو بچرخیم و برگردیم سر جای اولمون. توی شب اول پالرمو من یکم از اپرا حرف زدم. وقتی فهمیدم فرگل خودش نوازنده و رضا هم علاقه‌منده، دیگه از بالای منبر پایین نیومدم. از توسکا شروع کردم. شما که الان دارید صدای من رو میشنوید میتونید داستان توسکا رو توی کنارش 25 بشنوید. اما بعد از توسکا رفتم سراغ کاوالریا روستیکانا. این یه اپرای کمتر شناخته شده ولی خیلی تاثیرگذار در تاریخ اپرا و شاید ادبیات ایتالیا و حتماً هنر به صورت کلیه. تا اینجای فصل سوم کنارش 2 تا اپرا از پوچینی شنیدید که خب پوچینی میشه گفت آخرین غول آهنگسازی در دنیای اپرا بوده. خیلی از کارهای پوچینی فضای مدرن و امروزی داشتن. حالا شما توسکا رو نگاه نکنید که توی قسمت قبل ازش حرف زدم. وقتی به لابوهم یا حتی مادام باترفلای نگاه میکنید میشه ردی از مدرنیسم رو توی اون کارا دید. داستان گفتن درباره زندگی روزمره درباره آدم‌های کوچه و خیابان. این ایده البته 100% از طرف خود پوچینی نبوده. از نظر تاریخ هنری داریم درباره زمانی حرف میزنیم که رمانتیسیسم رفته و رئالیسم جاش رو گرفته. برخلاف دوره قبل، یعنی آدم‌هایی مثل جوزپ وردی که حالا بهش میرسیم، دیگه داستان‌ها درباره شاهزاده‌ها و شاهدخت‌ها و اشراف و قلعه‌ها و عشق‌های آتشین نیست. در آلمان ریچارد واگنر و در فرانسه اپرای کارمن اثر بیزه داستانها رو به سمت زندگی روزمره آدمهای عادی با مشکلات عادی برده. در 1880 یه داستان کوتاه توی یکی از نشریات ایتالیا چاپ میشه از نویسنده ایتالیایی جوانی ورگا. اسم این داستان کوتاه کاوالریا روستیکانا که ترجمهش میشه سوار نظام روستایی. این داستان آغازگر جنبشی در ایتالیا میشه به اسم وریزمو که در واقع همون رالیسم خودمونه. میدونم تعداد اسمها بر دقیقه داره زیاد میشه، ولی باز هم بهتون این نوید رو میدم که اصلا نترسید، مهماش رو سوا میکنم میگم بهتون. حالا همون حوالی زمانی که این داستان کوتاه چاپ میشه، پوچینی همخونه ای داشته به اسم پیترو ماسکانیه. این آدم میگه چرا ما همین داستان کوتاه رو اپرا نکنیم و ایده استفاده کردن از داستان‌های مردم عادی برای اپرا رو مطرح میکنه. در 1888 اپرای کاوالریا راستیکانا روی صحنه میره و مردم عاشقش میشن. انقدر عاشقش میشن که حتی فیلمش رو هم میسازن. حالا اگه شما الان برید این فیلم رو ببینید که سال 1982 ساخته شده، یکم زوار در رفته به نظر میرسه، ولی به نظرم اون فرایند جابجایی دنیای سرگرمی از اپرا به سینما رو میشه یه ردی ازش اینجا دید. شاید هم بشه اینطور تعبیر کرد که آخرین تلاش‌های اپرا برای باز کردن جای خودش در صنعت تازه نفس سینما بوده که خب میدونیم موفق نشده. حالا بریم ببینیم اصلا داستان این سوار nظام روستایی چی.
ماجرا اتفاقا خیلی ساده است ولی یهویی یه پیچی میخوره و سریع هم تموم میشه. داستان از اتاق خواب دختر داف روستایی در سیسیل شروع میشه. پسری شبونه اومده به بالینش و بوسش کرده و صبح پیش از طلوع خورشید سوار اسبش میشه و میزنه به دل جاده. اما یه خانم دیگه‌ای با چادر سیاه از دور داره نگاهش میکنه که این پسر از خونه اون دختر اومده بیرون. بین راه هم از دور یه مرد سوار بر گاری این پسر رو میبینه که حوالی خونه دختر داره شعر میخونه و توی عوالم دیگه‌ای به سر میبره. قطعه‌ای که همین الان شنیدید در واقع اون شعریه که اون پسر داره میخونه وقتی از خونه دختر اومده بیرون. پسر داستان ما تا مرد سوار بر گاری رو میبینه شعر خوندنش رو قطع میکنه، گازش رو میگیره و فرار میکنه. در صحنه بعد صبح شده، مردم روستا دارن شاد و غزلخوان میرن سر زمین هاشون که روزشون رو شروع کنن و زن چادر مشکی خودش رو میرسونه به تنها کافه یا میخونه یا رستوران روستا و به پیرزنی که صاحب غذاخوریه میگه مادر جان پسرت کجاست. پیرزن با ترشرویی میگه توریدو رفته شهر یه سری خنزر پنزر بگیره بیاره، ولی اصلا تو مگه زنش نیستی؟ چرا نمیدونی شوهرت کجاست؟ اینجا ما مخاطب میفهمیم که رابطه اینا عروس و مادر شوهریه و همچنین میفهمیم اوه اوه اون پسر که دمدمای سحرخونه اون دختر داف روستایی بوده اصلا زن داره و زنش با چادر سیاه داشته تعقیبش میکرده و به مامانش هم دروغ گفته که میره شهر خرید میکنه. یهویی خیلی سریع کلی اطلاعات به دستمون میرسه. مادر توریدو وقتی میفهمه داستان چیه به عروسش میگه حالا امروز که عید پاکه بیا با اهالی روستا بریم کلیسای جامع شهر، اونجا دعا کنیم که پدر آسمانی ما یه عقلی به این بچه بده و ایشالله که خیر و اصلا توی گرگومیش که آدم نمیتونه درست تشخیص بده کی کجا بوده و اینا. عروسش میگه شما برید من اینجا منتظر توریدو میمونم با اون میام. در صحنه بعد توریدو از راه میرسه و زن و شوهر شروع میکنن به دعوا کردن. توریدو هم سفت همه چیزو انکار میکنه اما زنش میگه ایشالله جیزس بزنه به کمر دروغگو و در این روز مقدس نفرینت میکنم. خب این مردمان هم همگی مؤمن و معتقد و جیزس ترس بودن. در نتیجه توریدو یه لرزه‌ای بهش میفته ولی به روی خودش نمیاره و همه میرن کلیسا برای برگزاری مراسم. توی کلیسا توریدو باز میره میشینه پیش دختر داف روستایی که ما حالا میدونیم اسمش لولاست. زنش و مادرش از دور دارن این صحنه ها رو میبینن و خیلی درب و داغون میشن. این نکته هم حائز اهمیته که در مسیحیت کاتولیک طلاق حرامه و آدما نمیتونن همینطوری طلاق بگیرن و برن دوباره ازدواج کنن. جونم براتون بگی که زن توریدو سانتوزا بعد از دیدن این صحنه ها از کلیسا میزنه بیرون و توی راه شوهر لولا رو میبینه که سوار بر گاری داره میاد. اینجا ماجرا یه پله بدتر میشه و ما میفهمیم لولا هم مجرد نیست و اونم شوهر داره. خلاصه زن توریدو همه چیزو به شوهر لولا میگه و اون مرد هم قاطی میکنه و میگه الان میرم همشونو کاردی میکنم. در پس پشت این وقایع ما میفهمیم که توریدو و لولا از بچگی عاشق و معشوق بودن، اما توریدو مجبور میشه بره سربازی اجباری و وقتی برمیگرده میبینه لولا رو شوهر دادن و اینم از لجش میره زن میگیره و اینطوری میشه که هر دو نفرشون در ازدواج هاشون خیانت میکنن. بار اینجا قبل از برپایی طوفان اصلی داستان یه آهنگ خیلی نرم و نوازشگری نواخته میشه.
این قطعه پیش از این در صحنه پایانی فیلم پدرخوانده 3 ساخته فرانسیس فورد کاپولا استفاده شده. در صحنه‌ای که مایکل کورلئونه در پیری و تنهایی روی صندلی نشسته و سکته میکنه و میمیره. من این موضوع رو تا قبل از تهیه و تولید این قسمت از کنارش نمیدونستم. ولی ماجرا قراره هی جالب تر بشه. اگه اون فیلم رو دیده باشید و خاطرتون باشه، قبل از صحنه پایانی فیلم گادفادر 3 یک اپرایی اجرا میشه که همه خانواده توی اون سالن اپرا نشستن و دارن اون اجرا رو میبینن که پسر مایکل خواننده اصلی اون اپراست. اپرایی که داره اجرا میشه در واقع همین کاوارلی یا روستیکان است. برگردیم به خود اپرا. اوج داستان در صحنه پایانی ماجراست، وقتی که شوهر لولا توریدو رو دعوت به دوئل با چاقو میکنه. واقعا سر تا ته این اپرا خیلی سریع اتفاق میفته و من داستان رو الکی تون نکردم. خودتونم میتونید برید ببینید. حالا توریدو قبل از مبارزه یه چند پیاله شراب خورده و شروع میکنه به خوندن یه آریای بسیار بسیار معروف و البته زیبا که مخاطب حرفهاش هم مادرشه. توریدو خودش میدونه چه گندی زده و به خاطر نفرینی که زنش توی روز عید پاک روش گذاشته دست و دلش هم میلرزه. شراب هم بیشتر احساساتیش کرد. برمیگرده به مامانش که با یه حال قهر کرده گوشه غذاخوری نشسته میگه ماما، این شراب امروز خیلی قوی بود. منم زیاد ازش خوردم. باید برم یکم باد بخوره به کلم. ماما quel vino è generoso e certo oggi troppi bicchieri ne ho traccannati vado fuori all'aperto. اما قبلش ازت میخوام که دعای خیرت رو بدرقه راهم کن. درست مثل همون روزی که به ارتش ملحق شدم. اما مامان گوش کن، اگه من برنگشتم میخوام برای سانتوزا مادری کنی. باید قول بدی از عروست مثل دختر خودت مراقبت کنی. مادرش یهو هول میکنه و میگه این حرفا چیه میزنی پسر؟ هیچی، فقط به خاطر شرابه. خواهش میکنم مامان برام دعا کن. خواهش میکنم پیش خدا برام دعا کن. من رو یه بار دیگه بغل کن و ببوس. یه بوسه دیگه. باید برم.
من اجرای این آریا رو با زیرنویس فارسی توی کانال تلگرام و اینستاگرام کنارش میذارم تا برید ببینید آخر ماجرا چی میشه. و باید این خبر رو هم بهتون بدم، همونطور که تا الان چند بار گفتم، صفحه رسمی پادکست کنارش در اینستاگرام شروع به کار کرده که میتونید اونجا هم کلی محتوای فوق برنامه ببینید. احتمالاً به زودی یه برنامه سوال و جواب مفصل توی اون پیج با دست‌اندرکاران کنارش برپا کنیم. پس گوش به زنگ باشید. سوار نظام روستایی بلافاصله بعد از صحنه دوئل این دو نفر خیلی یهویی تموم میشه. پوچینی توی اپرای لابوهم که در کنارش 24 دربارش حرف زدم در واقع چاقوکشی و دعوای خیابونی رو تبدیل میکنه به بیماری و فقر و عشق در زندگی دانشجویی. اینطوری اپرا یه مرحله بیشتر به واقعیت نزدیک میشه. شب اول ما در پالرمو هم همینطور یهویی ولی به خوبی و خوشی تموم میشه. در واقع همه چیز این سفر فراموش نشدنی و بی‌نقص بود تا اینکه ما سوار ماشینمون شدیم و از پالرمو زدیم بیرون. سیسیلی در واقع دو تا شهر بزرگ داره، دو سر جزیره، یعنی سمت غربی و شرقی. پالرمو در غرب جزیره و کاتانیا در شرق. توی هر کدوم از این شهرهای بزرگ یه سالن اپرای معروف وجود داره که تئاترو ماسیما ویتوریو امانوئله در پالرمو و تئاترو ماسیمو بلینی توی کاتانیاست. اون سالن اپرایی که توی شهر پالرمو در واقع لوکیشن صحنه نهایی فیلم گادفادر 3 یا همون پدرخوانده 3، همون جاییه که دختر مایکل کورلونه، کاش اینا رو اسپویل نکنم دیگه، خودتون برید ببینید اگه ندیدید. برگردیم به اپرا. مردمان سیسیلی به وینچنزو بلینی و شاهکارش یعنی اپرای نورما خیلی ارادت ویژه‌ای دارن. حتی یه پاستایی به اسم نورما وجود داره اونجا که باید بگم خیلی هم خوشمزه و بامزه است. من هر آنچه که درباره نورما و بلینی میدونم توی این سفر و از فرگل یاد گرفتم. بعدتر وقتی برگشتم خونه نشستم یه بار کامل این اپرا رو دیدم. ولی فکر نکنید که قضیه اینطوری بوده ما یه تور علمی رفتیم که توی ماشین بین جاده فقط اپرا پخش میکردیم و بحث‌های ادبی میکردیم. بیشتر میشه گفت یه تور غذایی و شرابی بود به همراه شهرام شب‌پره، ابی، خانم هایده و باقی هنرمندانی که اگه آثارشون رو در مسافرت‌های جاده‌ای گوش کنید کیفیت سفر رو بالا میبره. اما خب شبها کمی هم درباره اپرا حرف میزدیم. بعد از بازدید و ارزیابی شتاب زده از چند شهر و روستای کوچیک در مسیر جاده کاتانیا و البته سر زدن به کاف سیسیلیا در روستای نوتو، خسته و کوفته دمدمای ظهر وارد کاتانیا شدیم. من پیشنهاد دادم حالا که هنوز اتاقمون آماده تحویل نشده ماشین رو یه جای پارک کنیم و بریم برای نهار یه گشتی هم تو شهر بزنیم. از آنتونی بوردین شنیده بودم مردمان کاتانیا معروفن به این که از گوشت اسب غذاهای خوشمزه‌ای درست میکنن. در واقع همون مافیایی که در موردشون خیلی شنیدیم در سالهای اخیر پا به میادین مسابقات اسب سواری گذاشته و از طریق شرطبندی و قمار روی این مسابقات کسب درآمد میکنه. در گذشته مافیا از کسب و کارهای محلی آبونمانی به صورت ماهیانه یا هفتگی دریافت میکرد که امنیت اون مغازه و مشتریاش رو تأمین کنه. کاری که در واقع توی کشورهای دیگه مالیات انجام میده ولی توی سیسیلی به صورت سنتی بر عهده مافیا بوده. حالا البته امروزه خیلی ماجرا عوض شده. خیلی از رستوران‌ها و مغازه‌دارها روی در ورودیشون توی سیسیلی برچسب‌هایی زدن که با یه زبدر زرد رنگ نوشته آدیو پیزو. یه جورایی خودشون رو از مافیا جدا کردن و با مسئولیت خودشون وظیفه تأمین امنیت رو به پلیس سپردن. حالا که زمین بازی مافیا محدودتر شده، اونا علاقمند شدن که بیان داخل مسابقات اسب‌سواری. توی بعضی از خیابونای کاتانیا شبیه مثلا کشتارگاه‌ها یا جیگرکی‌های اطراف میدون بهمن قصابی‌ها و کبابی‌هایی وجود داره که همونجا اسب بازنده رو میخوابونن، ذبح میکنن، البته ذبح مافیایی و نه اسلامی، و کبابش میکنن و میخورن. کاتانیا شهر عجیبیه. از همون ابتدای ورود بهش حال و هوای ترسناکی داشت که ما متوجه شدیم حتی توی روشنایی روز. ما ماشینمون رو جلوی اداره پلیس و روبروی تئاترو ماسیمو بلینی پارک کردیم که بریم نهار. چند روز صبر کرده بودیم تا امتحان کردن گوشت اسب و شراب سرخی رو که انگورش در خاکستر آتشفشانی کوه اتنا رشد میکنه در کاتانیا انجام بدیم. میخواستیم توی موقعیت ویژه و پای کوه آتشفشان باشیم. من گفتم برای نهار این سفارش رو بدیم. بچه‌ها مخالفت کردن و گفتن حالا که تا اینجا صبر کردیم بذاریمش برای شام. و برای نهار پاستای نورما رو امتحان کردیم.
بعد گفتیم بریم کلید اتاق رو تحویل بگیریم و بیایم وسایل از داخل ماشین ورداریم ببریم داخل اتاق. کل ماجرا در حدود 1 ساعت شد. وقتی که برگشتیم سر جایی که ماشین رو پارک کرده بودیم دیدیم جا تره و ماشین نیست. خب ما اول فکر کردیم که چون جلوی اداره پلیس پارک کردیم احتمالاً جای بدی بوده برای پارک کردن و ماشین رو بردن پارکینگ. رفتیم اداره پلیس در زدیم گفتیم ببخشید ماشین ما اینجاست، که گفتن ما تعطیلیم، فردا ساعت 8 صبح میتونید بیاین. ما در یک لحظه اینطوری شدیم که چطور اداره پلیس میتونه تعطیل باشه و اون پلیس نگهبان دم در گفتش که اینجا کاتانیاست، زندگی خیلی سخته، چی فکر کردی؟ و احتمالا ماشینتون رو دزدیدن، ماشین خود من رو هم دزدیدن چند وقت پیش. ما چاره ای نداشتیم تا فردا صبح صبر کنیم و همه این اتفاقا با ترجمه انگلیسی به ایتالیایی، ایتالیایی به انگلیسی از روی گوگل ترنسلیت اتفاق میافتاد، چون همه اون آدما فقط به ایتالیایی مسلط بودن. من از روی مکبوکم و ایرتگ کلید خونه و چیزهای مختلفی که توی ماشین داشتیم میتونستم ببینم که موقعیت مکانی دقیق وسایلمون کجاست. و قسمت جالب و ترسناک ماجرا این بود که هر کدوم از این وسایل که با موقعیت یا به جی پی اس میتونستیم جاش رو ببینیم یه جای شهر بود. در حالی که گوشی هامونم شارژی نداشت و شارژرها هم توی ماشین بود و مدارک و لباسا و اساسا هر چیزی که داشتیم از دست رفته بود، برگشتیم به اتاقمون. از همسایه ها و توریستایی که اونجا بودن شارژر گرفتیم. تقریبا همگی متفق القول خیالمون رو راحت کردن که ماشین و وسایلمون دزدیده شده و گفتم فردا صبح میرید اداره پلیس، گزارش میگیرید و با اون گزارش میتونید برگردید به کشورتون. خب ما از ظهر به بعد دیگه چیزی نخورده بودیم و تمام این مدت به این فکر میکردیم که چه چیزهایی توی اون کیف و توی اون ماشین بوده که ما حالا از دستش دادیم. ساعت 11 و نیم شب گشنگی بر استرس غلبه کرد و ما فهمیدیم که خیلی وقت نداریم تا یه چیزی بخوریم. به نزدیکترین تراتوریا رفتیم و اتفاقا استیک گوشت اسب و شرابی که وصفش رفته بود رو سفارش دادیم. در حالی که شما ممکنه فکر کنید مدیریت بحرانمون حرف نداره، باید بهتون بگم که طبیعتا هیچ کدوم از اینها بهمون نچسبید و اصلا از گلومون پایین نرفت. در اون لحظه من به این فکر کردم که چی میشد اگه ما همون روز اول کارهایی که میخواستیم بکنیم رو انجام میدادیم و خودمون رو برای موقعیت ویژه کوه پایه آتشفشانی اتنا حفظ نمیکردیم. باری صبح فردا به اداره پلیس مربوطه رفتیم و گزارش رو تحویل گرفتیم، در حالی که پلیس هیچ کار خاصی برامون انجام نداد و از اونجایی که هوا سرد شده بود و ما لباس خاصی هم نداشتیم تصمیم گرفتیم که بریم بیرون و یکم لباس گرم بخریم. ما تمامی این کارها رو در حالی میکردیم که انگار توی خواب داریم راه میریم. شوک بزرگ این واقعه باعث میشد که نتونیم به ریز جزئیات کارامون فکر کنیم. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età. همین که لباسا رو خریدیم و از مغازه اومدیم بیرون تلفن رضا زنگ خورد. کسی با لهجه ایتالیایی به انگلیسی ضعیف گفت که ما ماشین رو پیدا کردیم و شما کجایید، چون به شما نیاز داریم برای اینکه کلید ماشین دست شماست و ما میخوایم واردش بشیم. ما خوشدلانه گفتیم که کنار فروشگاه فلان در مرکز شهر منتظرتون میمونیم.
وقتی تلفن رو قطع کردیم به این فکر کردیم که لزوما این تماس از طرف پلیس نبوده. برای همین بلافاصله به پلیس زنگ زدیم و ازشون پرسیدیم که ببخشید شما ماشین ما رو پیدا کردید؟ پلیس گفت نه والا ما که ماشین پیدا نمی‌کنیم. بعد ما پرسیدیم خب پس این کی بود که به ما زنگ زد؟ پلیس گفت شما اونجا بودید من نمیدونم و تلفن رو رومون قطع کرد و وحشت از اینجا شروع شد. 5 دقیقه بعد یک ماشین آودی سفید جلوی مغازه‌ای که توش بودیم پارک میکنه. مردی که از ماشین پیاده میشه در حالی که کت شلوار سفیدی تنش بود که با رنگ ماشین ست شده بود به ما میگه که من صاحب ماشینم و از روی جی پی اس ماشین موقعیتش رو پیدا کردم. به شما و کلید نیاز دارم که بریم و ماشین رو بلند کنیم و ببریم پارکینگ. طبیعتا ما نمیتونستیم بهش اعتماد کنیم. بهش گفتیم خب ما چطور میتونیم بهت اعتماد کنیم؟ 2 تا دلیل آورد که هر 2 تا دلیلش واقعا هیچ کمکی بهمون نکرد. دلیل اول یک عکسی بود که بهمون نشون داد که در حیات اون کمپانی که ما ماشین رو ازش اجاره کرده بودیم اونم یه عکسی با کارمندا داشت. و دلیل دوم حتی عجیب‌تر بود. برگشت به ما گفتش که اگر من آدم بدی بودم با آودی سفید می اومدم دنبالتون، که خب این هیچ کمکی به وجود اومدن اعتماد در ما نمیکنه. در نهایت خیلی ساده برگشت به ما گفتش که شما چاره ای ندارید که با من بیاین. ما نشستیم توی ماشینش، درا رو قفل کرد و ما برای هر دوست و آشنایی که داشتیم لوکیشن لایو خودمون رو فرستادیم. الان که خیلی از ماجرا گذشته به اون اتفاقا فکر میکنم واقعا وحشتناکه و واقعا نمیدونم که چطور شد که همه این کارا رو کردیم. ولی خب اون موقع به این چیزا فکر نمی‌کردیم. من از روی نقشه می‌دیدم که داریم با ماشین به اون محل مکبوک ها و ایرتگ و کیف ها و وسایلمون نزدیک میشیم. پس میشه گفتش که داریم به یک سمت مشخصی میریم. توی محله به شدت درب و داغون یه خیابون باریک و درازی بود که دو طرفش ماشین هایی که با چنگک درشون باز شده بود و توش خالی شده بود رها شده کنار اون جاده پارک شده بودن. ما ماشین خودمون رو بین اون ماشینا پیدا کردیم. طبیعتا توش خالی بود. من به مرد کت شلواری گفتم وسایل ما کوچه پایینیه. من دارم از روی نقشه میبینم لوکیشن دقیقشو. میشه با هم دیگه بریم و ببینیم که واقعا چیزی رو میتونیم پیدا بکنیم یا نه، چون نگرانی اصلی ما پاسپورت هامون بوده. در کوچه پایینی تا دم در خونه دزدها، مافیا یا هر کس دیگه‌ای که میخواین اسمشو بذارید رفتیم. اپلیکیشن فایند مای آیفون به من نشون میداد که اگه ما فقط در رو باز کنیم کیفمون رو میتونیم ورداریم و پیداش بکنیم. مرد کت شلواری گفت ما نمیتونیم همینطوری وارد خونه این آدما بشیم و باید ازشون اجازه بگیریم. در حالی که ما داشتیم این مکالمه عجیب رو با هم دیگه وسط اون محله خیلی خیلی خطرناک انجام میدادیم، یهو 4 5 نفر آدم از همون خونه اومدن بیرون و به ایتالیایی از ما پرسیدن که اینجا چیکار میکنید. شاید اولین جایی که من به اون آدم کت شلواری اعتماد کردم دقیقا همینجا بود، چون دیدم که اونم مثل ما و حتی شاید بدتر رنگش پریده. با پته پته گفتش که اینا مهمونای منن و توریستن، یه سری وسیله اینجا گم کردن، دارن دنبال اون وسایل و کیفشون میگردیم. اون آدمایی که از اون خونه اومده بودن بیرون گفتن اتفاقا ما یه سری کیف و وسایل دیدیم، بیاین تا ببریم بهتون نشونشون بدیم. و ماجرا هی ترسناک و ترسناکتر میشه. این آدما ما رو ورداشتن و حدود 1 کیلومتر از اون محل دور کردن. این در حالیه که رضا رو ما دم ماشین تنها گذاشته بودیم تا از ماشین مراقبت کنه و وقتی که جره ثقیل اومد بهش نشون بده که کدوم یکی از این ماشینا رو باید بلند کنه. من، فرگل و آقای کت شلواری رفتیم به سمت تلی از زباله ها که آماده بودن که اون زباله ها رو آتیش بزنن. دقیقا این فیلم های سینمایی. توی اون کوه زباله آغشته به بنزین هیچ امیدی نداشتیم که هیچ کدوم از وسایلمون رو پیدا بکنیم که خیلی معجزه آسا و یهویی جلد پاسپورت فرگل از دور نمایان شد. یکم جلوتر گواهینامه پاره شده رضا رو هم پیدا کردیم. امیدی در ما به وجود اومده بود که میتونیم همه چیز رو پیدا کنیم. شروع کردیم به گشتن. از طرفی آدمایی که همراه ما اومده بودن میگفتن که باید سریع اینجا رو ترک کنید چون ممکنه خیلی خطرناک بشه. ما 10 دقیقه ازشون وقت گرفتیم که با دقت بیشتری بگردیم و بهشون گفتیم که فقط دنبال پاسپورت هامون هستیم. مرد کت شلواری هم خیلی کمکمون کرد توی پیدا کردن چیزها، ولی در نهایت من پاسپورتم رو پیدا نکردم و مجبور شدیم که اون محل رو ترک کنیم.
2 ساعت از ظهر گذشته بود که سوار بر ماشین جرثقیلی که حالا ماشین سابقمون رو داشت یدک میکشید به فرودگاه کاتانیا رسیدیم. نقشه من این بود که از پلیس فرودگاه بپرسم با داشتن گزارش پلیس برای سرقت ماشین و مدارک پاره پوره و نصف نیمه ای که داریم آیا همچنان میتونیم برگردیم خونمون یا باید فکر چاره باشیم. پلیس فرودگاه گفت رضا و فرگل میتونن برگردن، اما تو چون پاسپورت نداری باید بری به سفارت کشور خودت در روم و درخواست پاسپورت بدی. از اینجا به بعد هر دقیقه حیاتی بود. ساعت 5 عصر بود و ما توی کاتانیا بودیم. برای اینکه من برم روم نمیتونستم سوار هواپیما بشم و تنها مسیر زمینی این بود که از کاتانیا به پالرمو، از پالرمو با کشتی به ناپولی، از ناپولی با قطار به روم برسم. در جای ماشین از فرودگاه کاتانیا اجاره کردیم و تخت گاز خودمون رو رسوندیم به پالرمو. فکر میکنم مسیر 2 ساعت و نیمه رو توی 1 ساعت و نیم یا 1 ساعت و 45 دقیقه طی کردیم. آخرین کشتی که پالرمو رو به سمت ناپولی ترک میکرد ساعت 7 و نیم شب بود. نیم ساعت قبل از جدا شدن کشتی من به بندر رسیدم. پریدم روی عرشه و همونجا بلیت برگشت رو خریدم. از اونجایی که دقیقه 90 بلیت رو خریده بودم اتاق خاصی نداشتم و باید شب رو توی سالن رستوران کشتی سر می‌کردم. 3 صندلی رو کنار هم گذاشتم در حالی که به جز لباسای تنم هیچ چیز دیگه همراه هم نبود. توی سالن رستوران کشتی خوابیدم تا 6 صبح برسم به بندر ناپولی. شهر هنوز کامل بیدار نشده بود که من داشتم از این سر بندر به اون سر راه آهن میرفتم تا با اولین قطار خودم رو برسونم به روم. باید این مسئله رم توی پرانتز بگم که به خاطر قضیه دزدی پول چندانی هم همراهمون نبود. کارت اعتباری بچه‌ها که باهاش ماشین رو گرفته بودن بلاک شده بود و پول نقدمون رو به اتمام بود. هرچند که بچه‌ها میتونستن از پالرمو با بلیتی که قبلا خریده بودن پرواز کنن و برگردن به خونشون. اما من باید یک ماراتون جدید رو شروع میکردم و به پول نیاز داشتم. 9 صبح چهارشنبه پا به روم گذاشتم و بدون معطلی رفتم سمت سفارت ایران و بعد انگلیس. خیلی خلاصه میکنم ماجرا رو. 10 روز پر استرس رو در حالی که تنها چند روز از ویزای شنگنم باقی مونده بود توی روم تجربه کردم. بر اساس افسانه ها اگه پشت به تروی فونتانا که یه فواره معروف توی رومه با دست راستتون سکه ای از بالای شونه چپ داخل حوض بندازید شما قطعاً به روم برمیگردید. اولین باری که به روم اومدم این کارو کردم و کمتر از 3 ماه بعد دوباره برای تولدم در روم بودم. دفعه دوم به نظرم خیلی مسخره اومد این کار و سکه‌ای پرتاب نکردم. در حالی که هیچ برنامه‌ای برای بازگشت دوباره به روم نداشتم به خاطر ماجرای سیسیلی کمتر از 1 هفته بعد دوباره اینجا بودم. با خودم عهد کردم اگه جون سالم از این مهلکه به در بردم قبل از برگشتن به خونه بیام و اون یه دونه سکه خودم رو داخل فونتانا بندازم. وقتی بعد از 10 روز بالاخره پاسپورت و بلیط گرفتم اومدم تا سکم رو بندازم ولی از شانس من خورده بود به روز تمیزکاری فونتانا و آبش رو خالی کرده بودن. حالا دیگه نمیدونم دفعه بعدی کی دوباره به این شهر دوست داشتنی برمیگردم و اصلا در چه شرایطی دوباره ملاقاتش میکنم. توی این 10 روز جهنمی دوستانم که حالا دیگه دوستان من شدن خیلی بهم کمک کردن و به من در راه مونده غذا و سرپناه دادن. جا داره اینجا از سونا، نوید، سپر و هلیا تشکر کنم که امیدوارم دمشون گرم و سرشون خوش باشه. همونطور که شرح حال ماجرا رو شنیدید سفر ما نصف نیمه باقی موند و برای من یه 10 روز پر استرس هم بهش اضافه شد. ما نتونستیم تئاتر ماسیمو بلینی رو ببینیم یا اجرای نورما رو با خیال راحت توی کاتانیا تموم کنیم. برای همین فکر کردم خوبه که داستان اپرای نورما رو اصلا تعریف نکنم و همینطوری زخمی شده و نصف نیمه ولش کنم. البته که این اپرا خیلی ویژه است. توی داستان‌های اپرایی غالبا شخصیت زنی هست که یا عاشقش بشن یا بهش تجاوز بشه یا به صورت دراماتیکی بمیره. هیچ وقت اتفاق ویژه‌ای نمیفته. ولی نورما اپراییه که همه چیز توش فرق داره. کاراکتر نورما توی این اپرا ضمن اینکه عالی ترین مقام مذهبی قبیله خودشه رهبر سیاسی اجتماعیشون هم هست. نقل هست که پرنس آلبرت موقع خواستگاری از ملکه ویکتوریا میپرسه که دوشیزه مکرمه چه اپرایی رو بیشتر از همه دوست دارن و ویکتوریا جواب میده نورما
بعدها پرنس آلبرت می‌نویسه که از همین علاقه کوئین ویکتوریا به این اپرا میشد فهمید که رهبر بزرگی میشه. و خب بعدها دیدیم که کوئین ویکتوریا در سنین بالاتر به نوعی مادر بزرگ اروپا شد و بعد از درگذشتش جنگ‌های جهانی شروع شدن. خیلی حاشیه رفتم. شاید توی قسمت دیگه برگردم و بیشتر درباره نورما حرف بزنم، اما دوست دارم این قسمت رو با معروف ترین آریای این اپرا یعنی کاستا دیوا تموم کنم. این آریا رو با صدای خواننده افسانه‌ای و الهه زیبایی یعنی ماریا کالاس میشنوید. این اپیزود با کمک سپهر امیدوار، پردیس نیکبخش و حامی مالی این قسمت برند میسوک تهیه و تولید شده. شما هم اگه دوست دارید یه گوشه کار رو بگیرید هم میتونید از طریق لینک پیپل یا سایت حامی باش از ما حمایت مالی کنید و اگه صاحب کسب و کاری هستید و کنارش رو دوست دارید خب چرا اسپانسرش نمیشید؟ و اگه اصلا بحث پولش نیست دست کم در به گوش دیگران رسوندن کنارش کوشا باشید. مشتی هستید، دمتون گرم و سرتون خوش باد و خداحافظ.